و رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت که حیاتو نبرورین. گفت هر کسی که بعد همین حدیث لا یدخل الجنت قطع، هر کسی سیله رحمی را خشت باری اکا و دوداری قطع میکنه خدای نکرده قهری میمره بوی جنت نمیبینه. گفت حیاتو نبرورین. اکا و دودار باشین، خشت باری باشین، عمک باشین، سیله رحمی نمازی. منوچهر جان گفت که همین خشت باری خرسان شدیم کمه که آدمو خشت باری در جنازه های میریم یا اکا دوره شرکت نمیکنه. در اکاش میگنش چی بنا رفتی شرکت؟ من گوی دودار آخ کدگی گپوی زنی دودار ولی ما یادم نمیره. و میگه نکه شریعت بخبرن علت چی برای مول. میگه ای کلانتر، میگه لغزش، ای خرداور لغزش از کلانتر بخشش. خیلی کودک ای نفهمید دیدی که همون چیه تشویق. رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت یکدیگرتون تحفه بتین، یکدیگرتون مول بتین، محبتتون زیاد میشه. دادر بگوی جوی و اینای کراسوفکی نیست پرچ کنه نمیپشون بو پشبرا دوری اینه $100 بگی از زندگی تبین درگی جای باشی الله بگو میپره میویا. نکی پولدار شدی دادر فراموش کردی، خواهر فراموش کردی، اکر فراموش کردی، تقوی فراموش کردی، دیگه او چی ترس رو کنه؟ عمک بجای پدره. پدر میگه مرد اگر عمکی زنده باشه عمکی بجای پدره. اخی بی منزلت ابی. وقتی عمک هم مردگی باشه اکای کلانی بجای پدره. این چیزا رو رسول خدا گفته. گو نماز و روزه و صدقات گو بکار نمیره و اگر خدای نکرده اکا و دودر قریب عمری. امروز ایبان رفته سلسله رحمی خشت باری وطنای ما خوالینگ سری خسوران یک کس میمرد اتوبوس سوار میکردیم من خوردن خشت بار میرفتیم دوم میکردیم می اومدیم 40 روزگار اتاق میگوس تلویزیون نمونی کی مرا عمکی مرده مرا توایی مرده. این قدر مهر و محبت بود. خشت باری برای محبت همین خیلی بود که دختری تد خسگور می اومدن اکد زنده بود اتاد کی اپاد زنده بود میگفت که مولای سوی برام اکام اول پرس بعد اپام پرس بعد خونه ما بیو اگر همو اجازه دادن از زنگ میزنه دودر فکر فیروز میکنه میگه چی گفت؟ میگه توی شانوزه چخلی شانوزه را خیلی دیدم پگه میگیره امریکا میبرش توی که او چخلی بود نگفتیم پیش کی چخلی شید خیلی تام تشید نه اول خیلی نبود و سرتای خشتباری می اومدن همه را فیروز میکردن مشوره کلون میای کلون مشورت میفتن که داشون بته همین دختر ما شانوزه را یک ساورینوزه با فلانی بچه فلانی دو دسیم اما مردم چخل مردمان ما تو نمیدونیم انالیز کردیم نیستیم یو میدونن او چخه کلون شده گه چیه. بعد امروز جنگ جنجال میشه بعد میگم مولای صاحب خواستگاه رفتیم کردیم جنگ شد خیلی شد تویش کردیم نفهمیدیم گفت تو یک کلانتر اول پرسیده بودی تو یک کلانتر پرسیدی که همون چی ملتن چی اولادن اکد زنده نبود اکم اکن یانگت نپرسیدی و یانگش میگه من می اومدم میگفت وقتش دا اوچای همین پیشی اسپالکوم دا خچ علو زدگی بده اوتاش ترما کدگی بده طرفته بود دختری امورا کلین کده. بعد امروز همین خیلی استوریا پافتاری هست میگه نه میگه بچه ما سود داده بچه ما اینه خیلی آخه بعد اکاش میگه چی میگه یا نه یا نه مرا نپرسم مرا توی دا فیروز کنه. بعد ما میگه برام اولا چی ابیزاتی نمی اورا بگم باید مایدان میوان میگو اکا تو یک ترتا کلام پیشدگی همیشه کلام شدگی فلانی اومدگی همو چی مردمان چی اویلان هم خواست او کلون میفهمه کلون میدونه اینه چه لازم ما اول گوش میکردم کلون میگفتم این کلونو ای همرا انالیز میکنه میدوزه این نه همین قچون زندگی میکرده کلون میجده همون دام میدوزه که اودام چه بوده تجربه همی بوده. احترام بود احترامی کلونو را بدونیم کلونو را در جای باشین اما که تقوای ها بجای پدرم برای دست بچه که تقوا جان چه خدمت کنه. یک زنک 6 بچه داره بچه اکاش میاد هر وقت میاد کامپیوتر 200 متر یا چیز متر در پیش ما دیدم گفت که سینی بچه‌ش گفت ایامی 6 تا همین گفت مادر خوبه خدا پروردگار مول شهید زیاد کنه شما یا برو چه نمیگین به خبر همین مرا گفت ای کی که بگذره میدره اما جون نازی میگه خبر میگه دوی اما دوی خاله ها یک شیخ میگه مرد شیخ مرد همسایه میگه یک بانگی کردنش در گور یک بانگی خوای او شیخ آوردن موند شیخ میگه سر ملائکه زنجیر قدیمی گفتن دوزخ میبردن میگه بعد یه روزانی بانگی برو اومد پیش راشون دایستو گفت ای مردک خیلی مو گفت نماز بدیم خیلی مو گفت تربی این مردک شیخ بود این مردک پنج وقت نماز میخوند این مردک چی به ایره میبرین خیلی
این آدمی توزه بود خیلی مورا میگیم ما الفتی بدیم ما کیفی بدیم خیلی ما گناهی یکی چرا شما میبرین این لیاقت عذاب نداره این مستحق عذاب نیست این باید جنت برین گفت ای خدا چه گناه کرده پرسیدن شیخ که گفت چه گناه کردی برای چی میبرن گفت من یک مسجد گفت امام بودم با پیش خانه همون گذرده خانه خالم بود من همون مسجد میرفتم در هفته یک بار روز جمعه میرفتم نماز هم میدادم همون خالم و بچه‌هاش میدیدن میفتن که انا تقوم اومد گذشته ندر اومد تقوم میاد ما همون خاله ما خانه و درش میرفته توزه میکرده او خود میکرده میوگی میخریده میموده میفته یک شیخ میدروه گفته خاله گفته همون خالم راه نگاه میکرده ما همون را ندر اومدم مرا گفت که تو بنده مرا خدا گفت تو بنده مرا فقط همونجا دا چی میکردی با امید میکردی او سیله رحم بود او خشت بود نمی هوزی سیله رحمیست اول قیم بود میرفتیم از خوز که خوالیم کلو برزو کیم بجور موشی زپرفکا میکردیم میرفتیم هوزی سیله رحمی الحمدلله حالا تقا خوبی تنجی چی خدمت کنم تقا جان تقا اینا پول گذاروندم کارت ده تقا جان اما این پول رو میکنم بگیر برای خلط زمستانه بخور برای یک کالوش معصی بخور اما جان این نمیست نه دیگه نمیخواد تو تاکسی بگیری زنگ بزن که آمد کسل گیجو دای سری خزور تو میرای 340 کیلومتر با چی میرای با ماشین میره اوسو دیگه ماشین نمیره و اوسو دیگه پیاده میبروی بعد عمل خبر میگیری بعد میومدی وزی خیلی نیست یک زنگ چیه یک زنگ زدن اکا جان سوزی تینجی ینگم سوزه این دکی جویی اکا چی خدمت کنی اکا تو را نمیگه شتر بیار یونی همون تو را نگاه میکنه که تو شرایط داری نداری هم میگه خیلی اکا میگه لیمون رو روی میکنم همین گریب در زورای چیز نکر روی میکنم یک میوگی روی میکنم مگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت که هر کسی دل بنده را خرسند میکرده خداوند تبارک و تعالی او را میگه که چیزی دعای بتنش خشتباری کنین اکا و دوداری کنین رفت آمد کنین میگه یا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت جبرائیل آمد اذا جاء جبرائیل قال یا رسول الله میگه اومد جبرائیل گفت یا رسول الله احببت من شئت فانک میت گفت کسی را دوست می‌داری رسول الله وقت داری دوستش بدور قدرش بدون که یه روز میمری میره او را دیگه نمیبینی گفت یا رسول الله احببت من شئت فانک تفرقوا ای رسول خدا هر کسی را دوست می‌داری احترامش بدون که یه روز ترای جدا میکنم یا ترای جدا میکنم این غنیمت است او سرسفید غنیمت است همه کلانو غنیمت است یه روز گردی دوشنبه 82 را میکوی که نمیویش دیگه این سودش میره که نمیویش جای کارش میره نمیویش روزی درست 6 دقیقه یک بار نمی خطش بشینی یک پیاله چای بخوری یک روز میره و بعد میگه ای کاش چند بار میگه ای بچه آدم پیر شوه خش دوستار میشه آدم پیر شوه دیگه میخواد که قضیه بشینه دنیا رو ببینه دنیا دیگه هیچی نیست پستی بلندی را دید همه چی را دید میگه که یک جیانم باشه که بیام بشینم اما که روش دیدی روی پدر تا دیدی تقا تا که روش دیدی روی مادر تا دیدی خالت تا دیدی روی اما تا دیدی روی پدر تا دیدی این را احترام شو بدونی هر کسی که خیش تباری میکنه هر کسی چی میگن فضیلت صله رحمی را بگون برادرو یکم رزق روزیتون برکتتون زیاد میشه دوم عمرتون دراز میشه کسی اکاو دوداری کنه کسی خیش تباری کنه همین فضیلتو هست عمرش دراز و با برکت میشه نه که کسی که پسر نکرد اونش در روغن چشمش روغن گیری پولدار شد دیگه با قول معروف دیگه پریزنورد نکرد اون میگه دویدن گوساله تا قدم یا نه یک روز بعد میبینی که پشت چرخوی ماشین جای بالا میاد بعد میگه ای بعد خیلی میگه امک جون یا دو که امیدوف بخیزم انشالله ایدوف کو اگه یه شانس دیگه خدا بوده ایدوف میخیزم اگه حج روی میکنم میخیزم یک کارا میکنم که دیگه اگه ملائکه بالای سر زمین تمام اگه وقت بود چی باید پیشکی را فکر میکنم